یعنی من میخوام که بعض مسائل حق را به هر طرفی که باشه به گوشای شما برسانم که یک روز میبریم حق را باید بفهمیم ما که چی هست. قالت ربی اینی وضعتها انثا، خدایا این خود دختر بوده. ما گفتم که نظر میمونم در بیت المقدس بچه باشه دیگه، بچه را نظر میمونم، مرد دختر کسی که در مسجد نظر نمیمونه. خدایا این خود دختر بوده و این حق زنا را خداوند این آیت، شکوه زنا را، عزت خواهران و مادران را، خدمت خواهران و مادران را در این آیت خداوند تشریح میکنه که یعنی زن هم خیلی کارهای کلان کرده میتونه. حتی در بعض جایات به زنان نیاز است. شاید بعضی ما کمی در بعض تندروی کنیم بگویم نه در اینجا پلیس زن بکار نیست، اما نه، در بعض جای پلیس زن ضرور کار است. چه قسم کار است؟ مثلا یک جای یک مشکل پیش میشه، زنا در اونجا است، زنا یک مشکل پیش کرده، ولی پلیس مرد بره زنا رو تلاشی کنه خوب است یا پلیس زن تلاشی کنه خوب است یا زن مرد بره زن تلاشی کنه؟ این تو هر جایش دستکش کنه تو معاینه کشه بزنه، اینجا خود زن در کار است. یا در بخش طبابت شما زنتون پیش زن ببرین خوب است یا مرد ببرین خوب است؟ زن ما مریض شده و دکتر مرد ببریم و دکتر زن. نفهمیدم چند نفر گفت؟ یعنی من میخوام که بعض مسائل حق را به هر طرفی که باشه به گوشای شما برسانم که یک روز میبریم حق را باید بفهمیم ما که چی هست. این حال دکتر زن بکار است. دکتر زن از خانه دکتر میشه یا درس بخونه دکتر میشه؟ درس بخونه خب با حجاب اسلامی، درس بخونه با زنا دست بده طبق شریعت اسلامی دست بخونه که دکتر شد. و به همین ترتیب به دیگه موارد ما شما با عالم زن، به مفتیه زن، این تو گپاست که ما میخوایم بگویم گفتن نمیتونم در بابت زنا حیض و نفاس شرم آدم میآید. زن کار است که یک تا کلی و خواهر باز کنه که اینی تو میگه مولوی، اینی تو میگه مولوی، زن در کار. اینجا یکی از زنای پر افتخار خداوند تشریح میکنه. و اگر مکاتب دخترانه را مثلا بند کردن این کاری بدی است، چرا خواهرای ما هم باید مکتب دخترانه طبق شریعت اسلام لیکن با حجاب اسلامی، معلم زن، مدیر زن، چپراستی زن و برادرش برسانه، پدرش برسانه. ولی ما همسر مریض میشه، نه همسر من مریض میشه، شما از شما پرسان میگه، شما مولوی صاحبا، دام مولوی صاحبا، شنونده های مسلمان های واقعی پرسان میکنم، اما من زن ما خود زنتا به نزد دکتر زن ببری خوب است و به نزد دکتر مرد؟ نفهمیدم به نزد دکتر زن. خب این دکتر زن چه قسم دکتر شو بخیر؟ چه قسم دکتر شو این دکتر زن؟ از این خانه دکتر میشه؟ نه، درس بخونه. اما با مراعوز یک دکتر خواهر ما مسیج که در اینترنت که 100% حجاب میکنم، سر ما تمسخر میکنن در دانشگاه، بگوین الله اکبر به حجاب این خواهر. گفتم خواهر تمسخرش غمش نباش، دست بخوان مادر که به طور یک خواهر دکتر زن مسلمان